امروز گروه کاری تحت راهبری معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان شیرین اسمت‌الله‌زاده از مؤسسه دولتی خانه اینترنت پیرانسالان و معاون شهر ترسونزاده دیدار نمودند. مؤسسه اجتماعی شهر ترسونزاده در دایره دستگیری همیشگی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان تعمیر و نوسازی گردیده برای باشندگان شرایط خوبی زندگی فراهم آورده شده است. نورالدین قربان و مهروز جمعه گزارش می‌دهند. دستگیری نیازمندان، پیران و برجاماندگان و فراهم آوردن شرایط زیست برای آنها در سیاست امروزه پیشگرفته دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان، خصوصا اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان موقع کلیدی دارد. معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان شیرین اسمت‌الله‌زاده و همراهانش با مقصد شناسایی به شرایط و امکانیت فراهم آورده شده برای کلانسالان در مؤسسه دولتی خانه اینترنت پیرانسالان و معیوبان شهر ترسونزاده شناس شد. تاکید باید کرد که حجره های خواب و جای برای استراحت و فراغت در این مؤسسه اجتماعی با سطح و صفت بلند تعمیر و مجهز گردانیده شده برای هر یک نفری که در این مؤسسه اجتماعی به غمخواری و نگاه و بین فرا گرفته شده است شرایط موافق و معاصر فراهم می باشد. مؤسسه دولتی خانه اینترنت پیرانسالان و معیوبان شهر ترسونزاده در دایره دستگیری و غمخواری های پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان با مبلغ‌گذاری حکومت مملکت تعمیر و نوسازی کرده شده است. باید گفت که در مؤسسه دولتی خانه اینترنت پیرانسالان و معیوبان شهر ترسونزاده 184 نفر به نگاه و بین فرا گرفته شده، بیشتر از 100 نفر کارمند به آنها خدمت می‌رسانند. امروز حکومت جمهوری تاجیکستان، خصوصا پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان پیوسته در حق شخصان یکه و تنها و برجاماندگان غمخواری ظاهر نموده در این سمت تدبیرهای مهم را عملی می‌نمایند. پیرانسالانی که در مؤسسه دولتی خانه اینترنت پیرانسالان و معیوبان شهر ترسونزاده نگاه و بین کرده می‌شوند از دستگیری‌های همیشگی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان جهت فراهم ساختن شرایط ارزنده منتداری نموده نگاه و بین کارمندان و مناسبت آنها را خوب ارزیابی نمودند. مؤسسه دولتی خانه اینترنت پیرانسالان و معیوبان شهر ترسونزاده دارای خواجگی یاری رسان بوده 2 گکتار زمین دارد. سال روان در زمین نزد مؤسسه در کشت اساسی گندم دانگی‌ها کشت کرده شده، حاصل آن جمع‌آوری کرده شد. جهت ثمرناک استفاده بردن زمین مسئولان در کشت تکراری کارتوشکا کشت کردند. از جانب رهبریت مؤسسه برای ذخیره نمودن مواد خوراکه به دوره تیرماه و زمستان حاصل درختان میوه‌دهنده حدود آن جمع‌آوری کرده شده به مقدار 350 بنکه شربت آماده کرده شده است. همزمان در انبار 4 تن آرد، 1.5 تن شکر و دیگر مواد خوراکه ذخیره کرده شده است. از جانب گروه کاری به باشندگان مؤسسه دولتی خانه اینترنت پیرانسالان و معیوبان شهر ترسونزاده مواد آنتیسپتیکی و نقاب طبی کمک کرده شد. نورالدین قربان، مهروز جمعه، بهادر حسن‌زاده از شهر ترسونزاده برای برنامه اخبار.